بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما متعلمین عزیز. امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. امروز با جلسه دوم از فصل 13 در خدمت شما هستم که ادامه درس جلسه قبل می باشه. موضوعیت هایی که امروز میخوایم براتون آموزش بدیم به این صورت هست. ابتدا میاییم در رابطه با پلیمرهای متراکم شده با شما گپ میزنیم که پلیمرهای متراکم شده چی هستند و چند قسم پلیمرهای متراکم شده در طبیعت موجودیت داره. و بعد میاییم در رابطه با این صحبت میکنیم که با پیشرفت ساینس، تکنولوژی و اجتماع از پلیمرهای مصنوعی چگونه مورد استفاده قرار میدیم. و در بحث آخر امروز هم میاییم بررسی میکنیم که استعمال پلیمرهای مصنوعی چی تأثیری بر روی آلودگی هوا یا آلودگی محیط زیست میگذارد. خب متعلمین عزیز، میرویم که درس امروز را آغاز کنیم. و اما پلیمرهای متراکم شده. دوستان نازنین، اگر دو یا چند مونومر با یکدیگر تعامل بده به قسمی که یک گروپ هیدروکسیل یا OH از یک مونومر و یک اتم هیدروژن از یک مونومر دیگر با یکدیگر به صورت یک مولکول آب از تعامل بیرون کشیده شود، در این صورت ساختارهای جدیدی برای ما تشکیل میشه به نام ساختارها یا پلیمرهای متراکم شده. چون دوستان نازنین در ساختار مونومرهای اولیه یک مولکول آب از تعامل بیرون کشیده میشه، به همین خاطر پلیمرهای متراکم شده در مقایسه با مونومرهای اولیه دارای وزن بسیار بسیار کمتر می باشه. به طور کلی با توجه به مونومرهایی که در ساختار پلیمرهای متراکم شده موجودیت داره، ما دو قسم پلیمر متراکم شده داریم. قسم اول پلیمرهایی هستند به نام پلی استرها که در ادامه توضیحات لازم را در رابطه با این قسم پلیمرها براتون میدیم. و دسته دوم پلیمرهایی هستند به نام پلی امایدها که این را هم در ادامه براتون تشریحات میدیم که ساختمان اینها به چه شکل هست و در کجاها مورد استفاده قرار میگیرن. اولین پلیمر از خانواده پلیمرهای متراکم شده دوستان نازنین مرکب یا پلیمری هست به نام پلی استرها. حالا میخوایم ببینیم که این رقم پلیمرها چه رقم به وجود میآید و در کجا مورد استفاده قرار میگیره. اگر دو مونومر داشته باشیم دوستان نازنین که یک تاش دای اسید باشه و یک تای دیگرش دای اول باشه، این دو مرکب با یکدیگر تعامل بده محصولات را بر ما تشکیل میده یا پلیمرها را به وجود میآوره به نام پلی استرها که دارای گروپی وظیفوی C2 رابطه و رابطه او می باشه. حالا میخوایم ببینیم که مکانیکیت تعامل به چه صورت انجام میشه و دو مولکول دای اسید و دای اول چگونه با یکدیگر تعامل میده و برای ما این محصولات را یا پلی استرها را تولید میکنه. خب به عنوان مثال به ساختار ذیل دقت کنید شاگردان نازنین. همونطور که در ساختار مشاهده میکنید یک مونومر هسته که دای اسید هسته، یعنی دارای دو گروپ وظیفوی کربوکسیل می باشه و یک تا مونومر دیگه موجودیت داره که یک دای اول هسته، یعنی در ساختار آن دو گروپ الکلی یا OH موجودیت می باشه. خب تعاملی که بین این دو مونومر صورت میگیره دوستان نازنین به این صورت انجام میشه که یک گروپ هیدروکسیل یا OH از تیزاب مورد نظر با یک تا اتم هیدروژن از الکل مورد نظر با یکدیگر به صورت یک مولکول آب یا H2 از تعامل بیرون کشیده میشه و از جایی که رابطه قطع شده دو مونومر میایه با یکدیگر اتصال پیدا میکنه به قسمی که همونطور که مشاهده میکنید این رابطه ما بین اتم کربونیل و همچنان اتم اکسیژن الکل مورد نظر با وجود می آید که به این گروپ دوستان نازنین گروپی استری گفته میشه و به این قسم مرکبات یا پلیمرهای به نام پلی استرها با وجود می آید.
خب دوستان نازنین، از این قسم پلیمرها در ساخت الیاف‌ها از جمله طناب‌ها و رسمان‌ها استفاده میشه و همچنین نخ‌های پلی استرین که بسیار محکم هستند. و همچنین در ساخت فیلم‌ها نیز از این قسم مرکبات یعنی پلی استرها استفاده می‌شود. این شد از ویژگی‌های کلی پلی استرها و کاربردهای که براتون گفتیم. و اما مرکب دیگه یا دومین مرکب از خانواده پلیمرهای متراکم شده پلیمری هست به نام پلی امیدها. باز اینجا می‌خواهیم ببینیم که این قسم مرکبات چگونه به وجود می‌آید و کاربرد آنها چی می‌باشد. اگر دو مونومر دوستان نازنین با یک دیگر تعامل بدیم که یک تایش دای اسید باشه و یک تای دیگرش دای امین باشه، در این صورت ساختارهای جدیدی که برای ما تشکیل میده یک پلی اماید هستن با گروپی وظیفوی C دو رابطه و رابطه N رابطه H می باشه. حالا میخوایم در قالب یک مثال براتون نشان بدیم که مکانیکیت تعامل به چه صورت انجام میشه. با عنوان مثال به ساختار و شکل‌های ضرب دوستان نازنین دقت کنید. همونطور که مشاهده میکنید یک مونومر که دای اسید می باشه یعنی دارای دو گروپی کاربوکسیل می باشه موجودیت داره که تعامل میده با یک گروپی یا یک مولکولی دای امین یعنی دارای دو گروپ امینو که NH2 می باشه موجودیت داره. خب تعاملی که بین دو مونومر صورت میگیره دوستان نظر به این قسم هست که یک تا گروپی OH از تیزاب مورد نظر با یک تا اتم هیدروژن از مولکول امینو با یکدیگر تعامل میده به صورت یک مولکول آب از تعامل خارج میشه و از جایی که رابطه قطع شده دو مونومر با یکدیگر اتصال پیدا میکنه. به این قسم که رابطه مابین اتم کربن گروپ کربنی و اتم نیتروژن برقرار میشه و یک ساختار پلی امایدی را برای ما تشکیل میده. خب حالا میخوایم ببینیم که این قسم مرکبات در کجاها مورد استفاده قرار میگیره. دوستان نازنین پلی امایدها از جمله پلیمرهایی هست که در ساختار نایلون ها مورد استفاده قرار میگیره. فرض مثال در نایلون ها از نایلون ها میتونیم در ساخت کالاها و همچنین در نخهای نایلونی استفاده کنیم که بسیار محکم هستن. یا به این خاطر که این قسم مرکبات بسیار مقاوم و محکم هستن میتونیم در ساخت واسکت های ضد مرمی و همچنان در سامان آلات خارجی و داخلی متنها از آن استفاده کنیم. این شد از ویژگی های کلی پلی امایدها و یکی در کجاها مورد استفاده قرار میگیرن. خب در ادامه میخواییم با شما صحبت کنیم که با پیشرفت ساینس، تکنولوژی و اجتماع چگونه از پلیمرهای مصنوعی استفاده میکنیم. دوستان نازنین، با عنوان مثال از پلیمرهای مصنوعی ما میتونیم در جاهای مختلف استفاده کنیم. فرض مثال اگر یک انسان در یک جنگ دست و پای خود از دست داده باشه میتونه از دست و پای مصنوعی که یک نوع از پلیمرهای مصنوعی می باشه استفاده کنه. یا فرض مثال در طبابت سعی کنید اگر یک شخصی در ناحیه یا در قسمت پوست دچار سوختگی شده باشه در این صورت دکتر میتونه از پوست مصنوعی برای شخصی که آسیب دیده استفاده کنه که یک نوع پلیمر مصنوعی می باشه. یا فرض مثال در بال طیاره ها از پلیمرهای مصنوعی به نام کمپوزیت ها استفاده میشه که دارای وزن بسیار کم داره و همچنان بسیار مقاوم هستند. این شد از مصارف مختلف پلیمرهای مصنوعی. این قسم پلیمرهای مصنوعی که براتون تشریح دادیم دوستان نازنین به طور کلی از طریق دو منبع پترولیم و گاز طبیعی به دست میاد که بسیار مهم هستند. خب در بحث آخر امروز میایم در رابطه با آلودگی محیط زیست با شما گپ میزنیم که چگونه استعمال پلیمرهای مصنوعی باعث آلودگی محیط زیست میشه. دوستان نازنین، مهمترین پلیمر مصنوعی که ما شما در زندگی روزمرگی استفاده میکنیم موادی چی هستن؟ پلاستیکی هستن
که مواد پلاستیکی به دو دلیل باعث آلودگی محیط زیست می شود. دلیل اولی است که این قسم مرکبات تجزیه شده نمی توانند و دلیل دوم میتونه این باشه که در اثر سوختن پلاستیک ها دوستان نازنین گازها یا مرکبات خطرناکی از جمله کربن دی اکساید، کربن مونوکساید و سلفر دی اکساید و هیدروژن کلراید تولید میشه که بسیار مضر و خطرناک هست برای انسان ها. خب دوستان نازنین، در اثر سوختن همین پلیمرهای مصنوعی و حتی پلیمرهای طبیعی دو نوع مرکب خطرناک یا دو گاز خطرناک تولید میشه به نامهای سلفر دی اکساید و همچنان اکسایدهای نیتروژن که این دو مرکب دوستان نازنین اگر با ریزش باران یکجاشن برای ما بارانهای اسیدی را تشکیل میده که این بارانهای اسیدی بسیار بسیار خطرناک هستند و بر روی نباتات و همچنان بر روی حیوانات تاثیر میگذاره و کلگی نباتات و حیوانات را از بین میبره. خب درس امروز ما دوستان نازنین به همین جا به اتمام برسید. میرویم که ببینیم چه سوالاتی کنکوری در رابطه با بحث امروز ما آمده. سوال اول، کدام یک از مولکول های ذیل از جمله آلوده کننده های خیلی مضر و خطرناک برای انسان ها و نباتات می باشد؟ گزینه 1 O3، گزینه 2 NH3، گزینه 3 NO و گزینه آخر HCl. خب پیشتر در بحث آخر ما بهتون گفتیم که از جمله گازهای خطرناکی تولید می شود در اثر سوختن پلیمرهای مصنوعی دو نوع بود، یک SO2 و یک NO که از جمله اکسایدهای نیتروژن بود. پس جواب صحیح میتونه در گزینه 3 موجود باشه که صحیح است. سوال آخر، اکثر پلیمرهای مصنوعی از کدام منابع ذیل به دست می آید؟ گزینه 1 گاز طبیعی، گزینه 2 پترولیم و گاز طبیعی، گزینه 3 پترولیم و گزینه آخر چوب. خب پیشتر ما در بحث آخر بهتون گفتم که پلیمرهای مصنوعی از دو منبع به دست می آید، 1 پترولیم، 2 گاز طبیعی. پس بنابراین جواب صحیح می شود گزینه 2. خب شاگردای نازنین، درس امروز ما به اتمام رسید که آخرین فصل از کیمیای 12 بود. امیدوار هستم که مانده نشده باشید و بتونین که در کنکورتون موفقیت لازم را به دست بیارین. شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باشه.